Abdul, Yes, sir. you're not cute, man. You're sexy. ин навор таваҷҷӯҳи миллионҳо нафаронро ба худ ҷалб гардонид. яке аз продюсерони рақами яки кишвар Раҷ Аҳмад дар саҳифаи шахсии хеш чунин нигошта буд. Assalomu alaykum banuvani aziz. Man starshi direktori kompaniya Feberic هستم. امروز میخوام zarplati 3 haftane خودم رو بگیرم. اینا به عنوان عزیز zarplati 3 haftane من با متد کاریم در مدت 5 کاتالوگ صاحب زبانی دیرکتور شدم. بانوانی بسیار زیادی با من همکاری میکنن که آنها هم صاحب زبانی بسیار خوب شدن. اگر شما میخواهید در زندگی خود تغییر ایجاد کنید میتوانید با من همکاری کنید. من starshi دیرکتور میتوانم که با شما همش را بیاموزم. کار به پول، تنها با تلفن، رجیستراسیون، ابوچنی، تحفه ها همش از طرف من. برای معلومات بیشتر میتوانید با نمرهایی که بر روی اکران هستند تماس بگیرید. همش رو برای شما میآموزم. موفقیت حق شماست. عبدالرزیق باز همه به حیرت آورد. میدونید عبدالرزیق در کجاست و بندی چیکار و پیشروی است؟ عبدالرزیق اکنون شروع میکند تا اینکه جهانیان را به حیرت آورده دشمنانش را شگفت زده نماید. در نوار آخرینی که در صفحه شخصی خود عبدالرزیق پیدا شد دیده می شود که عبدالرزیق در یک صحنه کلان در نزد بهترین هنرمندان مشهور بالیوود مدخور دیکشیت سرود خوانده آنها را حیرت زده میگرداند. दिल दीवाना दिल सजना के माने ना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना ये पगला है. همچنین سلمان خان نیز هم آواز سرودخوانی عبدالرزیق شده با اشاره میگفت عبدو این طور رقصیدن لازم. اما عبدالرزیق در جواب میگفت که بله میرقصیم. این نوار توجه میلیون ها نفران را به خود جلب گردانید. یکی از پرودیوسران رقمی یکی کشور راج احمد در صفحه شخصی خیش چنین نگاشته بود. شاید از استوریس های من پی بردید که مدحور دیکشیت هنرپیشه دلپسند من و ملکه رقص کلاسیکی هند است. بدون شک و شبهه امروز خیلی خوشم اومد. هنرنمایی یک فرد تاجیک پیشروی شاهستاره بالیوود احسن ابرو و اقبال نصیبت عبدالرزیق. عبدالرزیق قریب هفته نیست که با یک نوگانی کلی مردم تاجیک را به حیرت نآورد. یک وقت در پهلوی فوتبالیست مشهور دنیا کریستیانو رونالدو دیده می شود و گاهی دیگر در روی دستان هنرمند مشهور هند سلمان خان. او در هر یک لحظه که به چشم ها نمودار می گردد معلوم است که خرسندیش حد و کنار ندارد. کاردش بالای روغن است و از کسی و چیزی شکایت ندارد. در حقیقت عبدالرزیق توانست رکورد نشان بدهد. معلوم نیست که ویدیونواری روی صحنه در کدام یک آزمون جهانی شرکت کردنش کی به بیننده ما دسترس می‌گردد. ولی یقین کردم به مورد است که از شبکه‌های هند درباره این خردگک تاجیک نژاد برنامه‌ها و اخبارات‌های نوین پیشنهاد کردند. عبدالرزیق از پیشینه دیده خیلی فعال و چست و چالاک به نظر می‌رسد. معلوم است که او را استادان و منیجرها و پرودیوسران خوب تربیت نموده ایستادند. ما نیز از پیشروی‌های عبدالرزیق زیاد خرسندیم زیرا هر نوگانی که نکنند فخر تاجیک و تاجیکستانی هاست. اقدامی نو کدام شخصی برای گذاشتن خط سرحد به کمپانی بخ مراجعت میکند از نام کانال ما گپ زند 500 روبل سکیتکا هر روز سفر دارد میتوانید کدام روزی به شما قلای زنگ زنید به این رقم ها به یگان کمبودی رفته حجت هایتان را تیار میکنید. تا امروز از این شرکت یگان شکایت شدگی نیست. کمپانی بخ سفری به خطر برای شما برادران حاضر زنگ بزنید جای خالی هست هر روز سفر. दिल सजना के माने ना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना ये पगला है समझाने से समझे ना. Abdul, Yes, sir. you're not cute, man. You're sexy.